همینقدر که شما بتونین تفکیک کنین کافیه. 5 تا دونه از این دما بگیرین، واقعا وضعیت مغزتون، سیگنال های مغزیتون، انرژی هاتون، وضعیت ذهنتون و جسمتون واقعا تغییر میکنه. تغییری که با دستگاه قابل ثبته، قابل رصده. دستمون رو بذاریم رو شکممون، دستامون رو بذاریم رو شکممون و یه جوری دم بگیریم که تو قفسه سینمون نیاد، فقط شکممون بیاد جلو بره عقب. میخوام یه جوری دم بگیریم که نفس تو قفسه سینه نره. تو قفسه سینه ثابته، این فیکسه، این ثابت، این اینجا فیکسه. میخوام یه جوری دم بگیریم که وقتی دم میگیریم فقط شکممون بیاد جلو و این ساده است. انجام بدین. میتونین از هر دو دست استفاده کنین. یه دست روی قفسه سینه بذارین، یه دست رو شکم بذارین که حس کنین. دم رو از تو قفسه سینه نگیرین. این همینجا ثابته. این ثابته. فقط شکم به آهستگی یه کوچولو میاد جلو وقتی دم میگیریم. وقتی بازدم میکنیم یه کوچولو میره تو. 1-2 دقیقه این کار رو انجام بدون فشار. یه ریزه ها بدون فشار. بدون فشار. 2 سانت فقط این بیاد جلوتر بره عقب‌تر نرم کافیه. دم عمیق نمیخواد. بازدم عمیق نمیخواد. و وقتی حبس میکنین 3-4 ثانیه بسه. حبس طولانی اصلا لازم نیست. بریم با هم. میتونین از دستاتون کمک بگیرین که شکم و سینه رو، قفسه سینه رو اگه دوست دارین، هر طور راحت ترین احساس کنین. هر کی با ریتم خودش. بریم لطفاً. 5 تا از این دما بگیرین. تو اون 4-5 ثانیه‌ای که دم رو حبس می‌کنید، شاهد مغز باشید. شاهد مغز باشید. آقای کگل، دکتر آرنولد کگر در واقع شهرت جهانی پیدا کرد به خاطر این تمرین، چون تمرین خیلی مؤثره. ولی این تمرین 5000 سال پیش در یوگا تحت عنوان اشوینی مودرا ارائه شده بود. یوگا رو فراموش کنین. تمرین استاد کگل یک ماهیچه ای هست. ماهیچه پرینیوم. ماهیچه پرینیوم ماهیچه است که بین مقعد و مجرای تناسلی است. همون ماهیچه ای که اگر باد تو شکمتون جمع شده میخواین کنترل کنین، عضله مقعد رو باید صفر نگه دارید. یا اگر کسی، ببخشید من انقدر راحت میگم، باید بدونید وقتی یک نفر در حال مدفوع هست و میخواد مدفوع رو قطع کنه، اون عضله‌ای که جمع میشه که اسفنکتر انتهایی راست روده رو جمع میکنه عضله پرینیومه. ما این کار رو میکنیم که وقتی میخوایم تنفسمون رو انجام بدیم، وقتی که من تخلیه میکنم و میخوام این شکم رو سفت نگه دارم، دم رو بیارم توی ریه، بیارم بالا، 5 ثانیه حبس کنم و بعد بازدم. این کار رو میکنیم الان دیگه. الان میخوایم اون لحظه ای که بازدم کردیم، تخلیه کردیم شکم رو، اول عضله پرینیوم یا اجان رو سفت میکنم، جمع میکنم، به همراه شکمی که جمع کردم تو نگه میدارم، هر جفتشو، هم عضله شکم رو هم عضله اجان رو جمع میکنم، سفت نگه میدارم و بعد دم رو میگیرم تو ریه و بعد بالای ریه حبس میکنم 5 ثانیه. الان میخوایم این کار رو با هم بکنیم. قبل از اینکه انجام بدین این توضیحو بدم که این چی کار میکنه از نظر علمی. به محض اینکه شما عضله پرینیوم یا اجان رو جمع میکنید، نگه میدارید و عضله زیر شکم، این تیکه پایین شکم، زیر شکم و شکم توه، سفت توه و عضله اجان رو جمع نگه داشتین،
مایع نخاعی یا سپاینال فلوید پمپ میشه تو ستون فقرات میره بالا. مایع نخاعیتون یا سپاینال فلوید اینا سفتن، اجان سفته، زیر شکم سفته، عضله پایین سفته، این منطقه تحت فشاره. عضله، این عضلات وقتی تحت فشار هستن مایع نخاعی تحت فشار قرار میگیره، پمپ میشه تو ستون فقرات میره بالا. وقتی این فشار مایع نخاعی میاد به انتهای در واقع ساقه مغز، اون بخش از ستون فقرات که دیگه اون بخشی است که میره توی مغز، فشار مکانیکی میاره به چند نقطه از جمله پینئال، هفتمین مرکز، غده پینئال دیگه، و همچنین هیپوفیز. غده پینئال یا همون نقطه هفتم، نقطه اصلیه، خاصیت پیزو الکتریک داره. به محض اینکه شما عضله اجان یا پرینیوم رو سفت میکنید، عضله زیر شکم و اینجا رو، شکم رو سفت نگه میدارید، اجان رو هم سفت نگه داشتین، دم میگیرید، خود به خود این مایع رو میکشین بالا و این فشار این مایع باعث میشه که فشار مکانیکی تبدیل به واکنش الکترومغناطیسی بشه، یعنی فعالیت انرژیک انجام بده چاکرای هفتتون. متوجه شدین چی شد؟ این روشی است که به طور مکانیکی شرایطی به وجود میاره که مرکز هفت عکس‌العمل انرژیک نشون بده. وقتی این تداوم پیدا میکنه، ارتعاشات این مرکز ارتقاء پیدا میکنه. این باطنی نیست، فیزیولوژیکه ها.